آخه تو من میگفتی که من دکتر میشم برای تو برای چه درمندم آخه مورا خوک دهن کدایی دخته آخه مود گفره اینا داریم ای جوم بخیزیم. ماتمی بیبی از خودکشی نبیرش بیبی سونیا تقویبه خواننده مکتب در شهر باختر 6 ماه گذشت. اینمی خلطای سفید خطی اینمی جا خچه دور کشیده. بیبی سونیا 14 ساله پیش از خودکشی نامه‌ای را گذاشته است که باعث بازداشت مادر و سرگردانی بیبی شد. امون نوشته که او چجان گفته تمرا برای نگویا که برای نودای انگور زده باشه اورا گویا که او به مخپر زده باشه اورا آخی اون نانی اورا من میپختم لوی چکدان من میرفتم من مخپر داشتم او 21 سال ده او یگم بار مادری نشد که لوی چکدان بره او چی کنه نام بپزه که مخپر بگیره آخی. جهانبی ایسایوا میگوید که نوشته نبیرش حقیقت ندارد. شعبه تفتیشات پرونده های مخصوصا مهمی دادستان ولایت ختلان علیه مبارک گیاییوه مادر بیبی سونیا پرونده جنایی باز کرده است. به خودکشی رسانیدن. وابسته به یک چند حالتی منتظم لطخوب کردن پس زدن شان و شرف یعنی خواننده میره. زپیچکایی که چی کاغذی که پیش از مرگش نوشته است از تلی چی افتند از بالای کراوات افتند در اونجا به نهایت خوب می نویسد که کی زده است چی زده است از مادرش سر کرده تا دیگر اعضایان اویله چخیل به اون کس لطوکوب اون کس تحقیق کردم و مورد لطوکوب قرار دادم. دادستانی ولایت از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرده است. این مادر تلاش دارد در مراجعت‌های رسمی اثبات کند که دخترش بیگناه بوده. تفتیش پرونده جنایی به حالت روانی او تاثیر کرده است. دخترم دنمو بالسای روی نمو جایی که آدمای گناهگاری سودیم نسته دنمو جا محکم میکنن لیچنی میکنن امو جای میرم گریه متا میکنم ممکن است گفته آخی او گناهگار نیست. از بیمارخانه بیماری‌های روحی ختلان بیستری بودن مبارک گیاییوه را تصدیق کردند ولی نگفتند او چی بیماری داشت. در 6 ماه اول سال جاری در ختلان 23 خواننده مکتب خودکشی کرده است. سال 2020 در این ولایت 38 حالت خودکشی نابالغان ثبت شده است. در اکثر موارد سبب خودکشی ها بیماری های روانی، افسردگی و گاهان نامعلوم میمانند.